سلام دوستان، امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. باز هم خوش آمدید یکی از ولاگ‌های دیگه ما البته در چنل یوتیوب غزال نظری. ما دوستای قرن خواستم یک ویدیو بر شما جور کنم و ویدیویی که ما شما میگم بخترچی در برنامه البته تنها هستم فعلا دیگه. غزال قند زنگ زدم گفتم غزال جان بریم یک ولاگ جور کردن چون زیاد وقت شده برنامه نبودم دیگه. غزال جان گفتم بیا یک ولاگ جور کنیم و گفت صحتم خوب نیست و زیاد طبیعتش خراب است دیگه. گفتم باش برم خانهش. آره فعلا در خانه خود هستم و میخوایم برم بپرسانش که چی شدهش، چرا، چون گرمی هم زیاد شده فشارش پایین رفته نمیفهمم که چی. اونم دوستا باز یک جای میبینیم که چی شدهش دیگه. در خیلی لحظات برنامه با ما باشید و جای نریم. خب دوستا این است، من هم رسیدم خانه غزال جان دیگه. خدا کنه که در خانه باشه. با ما همراه باشید. خدا کنه که در خانه باشه. سلام غزال جان. سلام نفس بگیر. طولی نسبت و خواهی صحتمند شفا باشه نزنینم. سلامت باشی. خوبی؟ باشه که دوستا سلام علیک داشته باش. نه وقت کاملی شما در وزارت پیش کنم. خب سلام به تمام شما هموطنان خوبم. امیدوارم که جور صحتمند باشین. آیلین جان تو از کجا پیدا شدی؟ باشه نفس بگیر کم دیگه. خبر شدم که مریض هستی، گفتم باید بپرساندم بیام و خودت گفتی که صحتم خوب نیست و نمیتونم برنامه داشته باشم. اینه دیگه دوستا. من گفتم نه باش، گفتم بریم پیش غزال جان بفهمیم که چی شدهش دیگه. نه غزال جان شفا خوب شه. غزال جان زنده باشی آیلین جان. واقعا دوستای عزیز به من آیلین جان نمیفهم ساعتای 11 بجه بود که زنگ زد گفت که بریم برنامه بگیریم. گفتم من خوش نمیتونم وضعیتم خراب است. که نظیم قوارم معلوم میگن چری ما فهمیده میشه که وضعی که خیلی واقعا وضعیتم خراب بود یک دو روز دیگه. از اون خاطر نتونستم که بیرون برنامه حساب کنیم و ایدم آمد دیگه. میخواستیم که یگان چیز به خاطریت خریداری کنیم مگه متاسفانه کل چیز مان همیاریم دیگه. شیمه گپ زدن نی تم باش غزال جان ببینیم بیچاره که بیچاره هستم. خود تو که دی وضعیت کی وضعیت داری خود دیگه چی میگن مظلومانه. تشکر آیلین جان، قربان. زنده باشید که از ما یاد کردیم آمدیم. ما هم دیگه تنها نامدیم رای دوستا یک جای آمدیم. راستی خسته میمانی ها. زنده باشی سلامت باشی. والا چکر خوب رفتیم اسلام آباد پس آمدیم دیگه. واقعا دوستای عزیز مریم جان و همیشه جان آمده بود. نه شاید خبر داشتی اینجا خانه ما بودن یک شب یک روز میچه بودن. واقعا بسیار زیاد خوش گذشت. بعد از اون ما رفتیم یگان جای بیرون چکر و خرید یا همیشه جان و مریم جان خریداری کرد. ما هم رایج بودم. اما روز دیگه مثلا دعوایه شدم. اتاق که مثلا سرد بود، بیرون بسیار به حد گرم بود دوستا. همین دیگه که رفتیم بیرون خرید و چیزام دیگه موشاوش بود که واقعا اونقدر من مریض شدم. تب، جان درد و سر درد و گلون درد دیگه. به حد وضعیتم خراب شده بود. نگو تو گپا بازگیریان میگم کدول جوی چاره وضعیتش زیاد خراب شد دیگه. دوستای عزیز ما بود که واقعا وضعیتم خراب شد. باز رفتیم پیش دکتر سیروم و پچکاری و کانوله یا دیگه. بالاخره دیگه انا قدر شدیم که نکرد شما و که دوستا گپ میزنم. خوب شد خیر که آمدی از ما خبر گرفتید دوستا هم بفهمن. همیشه در وضعیت خوب دیدین مرد دوستای عزیز. اون روز دیگه ببینید مریض شده. گفتم باش ببینم چی بیارم ما نوشابه چی میخوری باشه خود مریض باید بشی من خدمت خودت کنم. خود مریض هستی نفسو. خب خیر برو دیگه. بر تو معلومه از من که خوب هستی. برو در یخچال یگان چیزی بگی برات بخو نه بیار که ما هم کرده. نه برو دیگه. ما میوه که گرفتیم ما خیلی ویدا کنه اون رو بعد میاد. برو اوکی. ببینم ما میوه موردی که چی آوردی؟ ما آدم چی میگن پرسال مریض خالی نمیره. جدی خیر دیگه باید درس خود مریضی پرتم بدروزی. حالی با وقت مریضم دیگه روزا خود بدروزی در مریضی میندازم. خیر روز دیگه نمو تربوز گرفته بیار به خاطر که تابستان میشه دوستای عزیز. من تربوز مثلا زیاد دوست دارم. در زمستان که از دیگه انار خوش دارم که باید بخورم و تابستان که میشه نمی چی میگه تربوزه هورم که در یخچال در فریزر بالا بانی کمک یخ بزنه باز مزه میده. دوستای عزیز دیگه رنگ ما میبینید دیگه که چه قسم شدیم نمود. چیری بیخی مریضا رو واقعا چیری مریضا رو کشیدیم
دیگه آیلین جان رفت که بره تربوز توته کنه بیاره در خانه خود. دیگه بازم من مهمان شدم. های چند روز دیگه دوستای عزیز برنامه رو میبینین. بازم از تشکر از حمایتتان از تک تک شما هموطنان عزیز که تا ایدم قدر حمایت کردین. برنامه بسیار خوب پیش میره واقعا. دیگه از طرف یوتیوب هم تبریکی برنامه بود که تبریکتان باشه، برنامهتون بسیار خوب پیش میره و انشالله که آیسته آیسته با حمایت شما عزیزا چینل پیش میره. قسم کالی روان است. بازم تشکری خاص میکنم از تک تک شما عزیزان که حمایت کردین. در یک روز و دو روز چینلم قدر ماشاءالله بالا رفت. دیگه خوب بود، بالا بود. خب یکم که من تنبل بودم نمیشد که من با چینل رسیدگی کنم، کار کنم. دیگه این حال این اولین جان رفت میگه پا یادم آمد. اگه میخواستم درباره یک برنامه خاص براتون بگیرم و انشالله خواهد گرفتم. اینه دیگه اولین جانم تربوز آورد. تشکر زنده باشی. چی تربوزی به به. بگی خودتون بگی تو مهمان هستی. خیره که من مریض هستم. قدر مرد نازانه عادت نکنین. یکی خدا خانه من زیاد نازانه عادت کردن از اون خاطرم هست که زود مریض میشم. آلگا ایلین جانم من زیاد وقت ناز میته. یکی از دوستا یک روز در شوتینگ ثبت لیلا بودیم که انشالله بخیر دراست نزدیک است افتتاحیش میشه. بخیر باز میبینین، شما هم شاهدش باشین ببینین. یکی از دوستا همکارا با ایلین جان گفت که قدر تو غزال جان مثلا ناز میتی، نزاکت میتی. مثلا باز ما غزالم دوست داره یا نه؟ من خب کسی رو ناز نزاکت نمیتم. در جوابش ما چی گفتم؟ خب باز امیر رو لیست خودت پرسان میکنم. اگه ما بگم دوستا خود بگه نه خودت بگو. حالا تو بگو باز چی گفتی؟ جایتان خالی. ما گفتم که از من زیاد غزال جان نازم میده. نه من ناز نمیتم. غزال نازش بهترین ناز است. خیلی آرامتر، خیلی دوست داشتنی. و تو حس بر آدم نمیده که بگی این جگر خونه است امروز یا چی. هر وقت هم تو چی میگن پیشانیش واز است. خوشحال. نه تو دیگه قدرم خوب نیستم. هر انسان از خود یک کمی خب شاید میگن انسان داره. چرا اما غزال جان همیشه ناز دادم. خیلی خوش هستم. والا ایلین جان من یک عادت دارم. تو خب بجای مثل خوارم هستی، بجای خوارم هستی. سلامت نفس. دوستت دارم. و من یک عادتی که دارم شاید در زندگی هر کسی باشه که از بعضی کسا خوشش نمیاد مثلا دوست نداره. من قسمی هستم که اون نفر مثلا او تو نیست کسی بدم بیای مثلا از پیش نفرت داشته باشم. خب بعضی گپا هست که خوی عادتاشون خوش ما نمیاد. مگه من قسم انسانا رو هم دوست می داشته باشم. مگه میش وقت با کس نشان ندادیم که از تو بدم میای یا این کسا بدم میای؟ نه من مثال شاید گفتم غزال جان خیلی میگه اون نفر میگه چرا با من رقم است، چرا رقم نی همیشه از خودت خوشی دیدی. متگی بر من ندادی که مثلا قربان تا این جان خودت خوب هستی. دست شخص دستم به خاطر که من کانولم دارم. دستش بیچاره کانولم تو تلفنم گرفته کاملا. خب تشکر زنده باشی ایلین جان از اینکه به پرسانم اومدی، احوال گرفتن اومدی. دوستای عزیز دیگه شما میوه گرفته جز گرفته بیاین پیش غزال جان، بیاین به پرسانم به خاطر که من مریض هستم. انشالله که خوب شدیم. مالی بسیار زیاد خوب شدیم چون 2 روز مریضی تیر شد. وقتی گفتی استوریات دیدم زنگ تا زنم گفتم چرا غزال ما پیشش تصمیم داشتم برنامه جور کنیم. دیگه دیدم میگه هیچ خوب نیست. هیچ صبر کردن نتونستم در خانه که من شخصا باید یک دفعه ما برم تا پرسان غزال جان. خوب کردی جانم. همیشه بیای خوش آمدی. همیشه ایلین جان گفتیم که مثلا برنامه باشه نباشه کدام گپ باشه نباشه چون مسافری از غربت از ما شما باید رفت آمد داشته باشیم. سلامت باشین. چون همکار هم مثل خواهر می باشه. نه همیشه خانه در خدمت بخی بیاین تربوز گرفته که تو هم بخوریم ما هم بخورم. سلامت باشه نفس بگیرم نوش جان بخور. چی کردی دختر با خرید برای عید و چون دیدم نزدیک است دیگه؟ بله همونطور رسائل جان نمرای همیشه جانشان مریم جانشان رفته بودن. خود ذوق مرا میفهمی که مثلا ما قدر زیاد علاقمند پنجابی گپا نیستم و رفتیم صدر دینز بازار. اونجا بسیار پنجابی خوبش بود. مگم گرچه قدر علاقمند پنجابی نیستم خب بازم مثلا یک جوره گرفتم. متاسفانه اورم که پوشیدم در جانم جور نبود. امورم باید چینج کنیم و خودتم خرید نکردین. من خودم خرید نکردیم. خب نه ما حتی دوستا یک جای خرید کنیم که نه انشالله دیگه ما با مادر جان هم چیز نگرفتیم و نازنی خانه ما گفر جان بله بزوام دیگه چیز نگرفتیم. خیر ما خو خیره
تیر میشه. مرد خانه باید هم تو باشه. بگیرم نگیرم فرق نمیکنه، به خاطر که چند جور لباس هست که شاید است که ایش نپوشیدیم هنوزم. دیگه من تصمیم دارم که دیگه هیچ لباس نگیرم، امور رو باید بپوشم. خب خودت چی تصمیم داری که باید لباس بگیری؟ میگیری؟ من نفسو که بیرم چند جوره من داشته باشم دارید. چند جوره میگیری تصمیم داری چند جوره؟ دو جوره روز سیسته. دو جوره اساس. سیست. انشالله کمک وضعیتم خوب شد دوستای عزیز. بازار میریم دیگه، ای که آیلین جان چی میخره و ما با فامیل چی میخرم باز با ما باشیم دیگه انشالله. تا برنامه دیگه واسم یک گلک داشته باشه مثلا چند یعنی هم تو انشالله اگر تو دوست داشتی میگیریم باز. مشکل نیست. کدام مشکل نیست. اگر خوب بودم تانستم کمرای تان برم، اگر باز نتانستم دیگه تنها خودت برو باز ولاگ کن دیگه. نه دیگه اید به لباس نیشه و خونه تنها هم بیرو تو چرا نمیریم؟ خوش ندارم. خوش نداری؟ خوش دارم که خسال جانم رایم برای خرید داشته باشه. خوب است. تنها هیچ خودم میفهمم مثلا ذوق اسی خو ذوق قزاجان خیلی خوب است. گفتم از ذوق قزاجان دفعه لباس میگیرم. تشکر، زنده باشی ایلین جان، سلامت باشی انشالله که خوب هستم. فعلا اونقدر خوب هستم. نه دیگه وقت خودت خوب شدی میریم اگر دیگه بشین عید ما به لباس تیر میشه. نه بور خیر از یک دو جوری از بازمو را یک شتو پوشی که شما گپی نیست. سلامت باشی. اگر در جانت نامد خیر میریم کلانش میکنیم. دیگه کاتش یک جای میکنیم میدوزیم باز در جانت شاید برن خودت دم تنگ باشه من چون نمیفهم اصلا تنگ است هم بریم هر دی ما یک رنگ میگیریم خلاص انشالله. تشکر ایلین جان از اینکه آمدی احوال پرسی و خوش شدم، واقعا خوش شدم از اینکه آمدی و همیشه بیا بدون از گپام. همیشه گفتیم بیا خانه خودت است، مثل خانه خودت حساب کن، همیشه میتونی بیای. سلامت باشی. تشکر باشه بسم من به تو به من که دوستان شما هم با غزال جان خان دعا کنین که خدا شفای عاجل برش بده. سر گفتنی ما با شما میست. دیگه شما هم دعا کنین دوستای عزیز. نمیفهم که برنامه چه قسم آمد، به خاطر که میول میفهمید شما اما تو خواب آلود هستم، یعنی قسم گوشایم تو بند از دف است. فکر کو که یک نفر یگان جای سفر میکنه در موتر میره بازم گوشاش قسم بند میشه. اونم تو از مام شده نمیفهم که چی میگم چی نمیگم. خدا کنه برنامه را از ولاگ خوشتان آمده باشه و ایلین جان دیگه نمیتونستم بگم که نه ولاگ نمیگیریم یا برنامه نمیگیریم، به خاطر که مو شاقش خراب نکردم. گفتم بیا در برنامه کتمی باشم، در ولاگ کتمی باشم و تشکر میکنم از ایلین جان که تکلیف کرد، زحمت کشید. این تربوزم برای ما آورد، واقعا تربوز بسیار شیرین بود، بسیار خوشمزه. جای شما خالی. میرم از طرف شما خوردم. و خب همراه دوستا و هموطنا خدافظی میکنیم. جانم دیگه ما گفتم که شما هم دعا کنین با غزال جان شفای عاجل بشن برشان بده دیگه. دوستای ناس این بود برنامه و یه مبتلاکی که ما ساختم. امید که خوش شما بیاید تا برنامه دیگه. خدایا نگهدار همه شما، هر جایی که هستین جور آرام و سربلند و سرفراز باشید. تشکر ایلین جان و همچنین دوستای عزیز که تا این وقت با ما بودین و برنامه ما رو میبینین. واقعا دمی چند یک هفته میشه که دوباره چینل ما واقعا خوب شده، واقعا سرپای استاد شد. دیگه زیاد وقت میشد که من فعالیت هم نمیکردم، بخیر داون شده بود چینل و خدا را هزار بار شکر که دوباره جور شد و تشکر از حمایت شما، از تک تک شما که حمایت کردین و تشکر از عزیزایی که کامنت های بسیار خوب میتن برام تشویق میکنن. قربانتان زنده باشین و همیشه اینم چینل ما را دنبال کنین، ببینین و حمایت کنین. این بود برنامه امروزی. تا برنامه بعدی هر جایی که هستین خوش و خندان آرام باشین، هر چیز دلچسبی خاط خوشحال و کامیاب باشین. الله ممال شه دوستان و دیخ پرانه که مونږ واقعا چیز پختو خبری مون نکړي. بالکل نو ایلین جان راغلی و چې بیمار او ما زما پښتون ته راغلی و نو تاسو هم ماته دعا وکوئ چې خشمه چې دوباره خپل خبرونه ته دوام ورکړو. ښه وختونه ښې شېبې هر چېرته چې هستې ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ. الله مو مل شه.